دوستان من سلام. تو این ویدیو قصد دارم یک استراتژی دیگه ای رو در مورد پرایس اکشن البروکس با هم کار بکنیم و اونم سیژن بندینگ یا سیژن استراتژی پرایس اکشن. خب ببینید، همونطور که میدونیم پرایس اکشن به رفتار کندل ها و روندها کار داره تو مارکت. سیژن یکی از مهمترین استراتژی هایی که تریدرها استفاده میکنن هنگامی که میخوان پوزیشن بگیرن و یکی از ملزوماتشونه. من همیشه میگم یکی از وظایف شرعی تریدره که سیژن رو همیشه روزانه نگاه کنه و بتونه توی پوزیشن با یا سلی که میگیره واقعا اثرش رو ببینه. پس حتما تاکید میکنم این ویدیو رو ببینید و ویدیوهای قبلی رو قبل از این ویدیو ملاحظه بفرمایید، چون همه پرایس اکشن ها به هم مرتبطن و اگر سوالی دارید کامنت بذارین. تیم آموزشی ما پاسخ شما رو حتما در اولین فرصت میده. دوستان من سلام، وقتتون بخیر. همونطور که خدمتتون عرض کردم تو این ویدیو قصد دارم که سیژن بندی و استراتژی معاملاتی که با سیژن کار میشه رو خدمتتون توضیح بدم. لازم به ذکره که بدونید خیلی از تریدرها با همین سیژن دارن کار میکنن. من تاکید نمیکنم فقط سیژن، میگم سیژن یک ابزار بسیار بسیار مفید و موثر توی تحلیل یک تریدر و اونو لازم میدونم که هر تریدری بتونه روزانه از این استفاده بکنه، چون سیژن خیلی زمانهای قبل، شاید 14-15 سال قبل، خدمتتون جلوتر توضیح میدم این استراتژی به وجود اومد. چیز جدیدی نیست، اما خب یه سری ایندیکیتورها نوشته شده بر اساس سیژن که اونم خدمتتون توضیح میدم. با اون راحت‌تر تریدر میتونه تحلیل بکنه موو مارکت رو، چه تو کارنسی چه تو فلزاتیش فرقی نمیکنه. شما میتونید قدرت روند رو حتی تشخیص بدید با استراتژی سیژن. خب اصل قضیه و ریشه این قضیه پرایس اکشن، به خاطر اینکه شما دارید رفتار مارکت رو تحلیل میکنید. ببینید، هر اون چیزی که به رفتار کندل ها و روند ها برمیگرده ما میگیم پرایس اکشن. اسمش روشه، پرایس اکشن. توی حتی سیلابس آقای البروکس هم هست، به نوع دیگرش هست. من دارم یک مقدار شاخ و برگ‌هاشو بیشتر میکنم و توضیح میدم خدمتتون. یعنی ما میخوایم بیایم سیژن رو امروز کار بکنیم، سیژن یا زمانبندی. من قبلش توضیح بدم. ببینید، اگه یادتون باشه من تو ویدیوهای قبلی خدمتتون عرض کردم، گفتم که فارکس ما 24 ساعت است. یادتون هست گفتم که از آسیا شروع میشه و اروپا و آمریکا. خب اینو تو همون ویدیوهای اولیه خدمتتون عرض کردم. ببینید دیگه من 3 تا سیژن در نظر میگیرم دیگه. سیدنی، اقیانوسیه رو همه رو من آسیا در نظر میگیرم. نمیام بگم سیدنی بعد مثلا توکیو، ژاپن. خیلی ما 3 تا سیژن داریم، سیژن اول، دوم و سوم، که خب باز تو همون ویدیوها تو کانال یوتیوب اگه ملاحظه بفرمایید توضیح دادم که اصلی ترین و مهمترین سیژن ما نیویورک، بازار آمریکاست. حالا میخوام روی چارت خدمتتون یه سری توضیحات رو عرض بکنم. ببینید، اجازه بدید من یه چارت خام باز بکنم، مثلا چارت پوند. ببینید، یه قابلیتی متا تریدر داشت و دارد که قدیمیه، اما خب خیلی از تریدرها همچنان به صورت سنتی با این قابلیت استفاده، یعنی از این قابلیت استفاده میکنن و با این ابزار توی تریدشون تصمیم گیری میکنن. شما میتونید هر جای چارت که خواستید، هر کارنسی که خواستید بیارید، هر جای چارت که خواستید کلیک راست بکنید، بیاین توی پراپرتیز تو تب کامون اگه بیاید، اینجا ما یه دونه شو پریود سپریتر، یعنی چی؟ یعنی جدا کننده. این تیک رو وقتی شما میزنید، این تیک وقتی زده میشه میاد برای شما خطوط عمودی رو متتریدر روی چارتتون میندازه. مثلا تو 15 دقیقه و 5 دقیقه هر فاصله یک روز کاریه. ملاحظه میکنید اینجا همه 30 اکتبر، اینجا 31 اکتبر، میبینید 1 نوامبر،
مثلا شما اگه مانتلی رو بزنی هر فاصله 1 ساله. حالا بسته به اون تایم شیت، من نمیخوام اینو دیتیلش رو توضیح بدم، چیز عجیبی نیست، خودتون بزنید متوجه میشید. من دارم اینجا توی تایم 1 روزه رو خدمتتون میگم. ببین یه سری از تریدرها بودن می اومدن با این ابزار استفاده میکردن کمک به تحلیل تکنیکالشون. چیکار میکردن؟ شما فکر کن مثلا میگم الان ما اینجاییم، امروزیم، این امروزه، این دیروز بوده. چیکار میکردن؟ ببین می اومدن های های و لو دیروز رو میکشیدن. ببین این روز قبل دیگه، این سیژن قبل الان شما فکر کن می اومدن اینجا های دیروز رو میکشیدن، لو دیروز رو میکشیدن. امروز که میخواست آغاز بشه می اومدن نگاه میکردن، میگفتن اگر مارکت امروز های دیروز رو زد به بای فکر میکنن، اگر لو دیروز رو زد به سل فکر میکنن. الان نگاه بکنید اینجا رو، ملاحظه میفرمایید. الان مارکت ما اینجاست، ما فکر کنید امروزه، اومده لو دیروز رو رد کرده به سمت پایین و ریخته، به خوبم ریخته. حالا فاندامنتال بوده، تکنیکال کار نداره. میخوام بگم این استراتژی یعنی رد کردن های روز قبل یا رد کردن لو روز قبل به شما سیگنال معاملاتی میده که شما بتونید یه ذهنیت داشته باشید به بای فکر کنید یا به سل فکر کنید. ببینید جواب میده. من حالا واسه مثال فقط اومدم اینجا کشیدم، شما هر جا بخواید اینو ترسیم بکنید جواب میده. فکر نکنید که توی پوند فقط جواب میده، خیر. اصلا شما رو همین پوند بیاید عقب، برید عقب و نگاه کنید. مثال دارم میگم و شما اینجا رو نگاه کنید. الان اینجا رو ببینید. من دوباره میام های روز قبل رو میکشم، فکر کنید من اینجام، الان من تو این روزم، میام لوی روز قبلم میکشم، میشه مثلا اینجا. نگاه بکنید امروز اومده لوی دیروز رو رد کرده، میبینید و ببین چجوری ریخته. یعنی جواب میده واقعا این استراتژی. اینجوری نیستش که بگم منسوخ شده. ما خب نقاط ضعفی داره و باید اصلاح بشه، باید ادیت بشه به این روشی که خدمتتون عرض میکنم. ببینید من این قسمت رو برمیدارم، یعنی میام همینجا توی قسمت پراپرتیز، میام اینجا این تیک رو مجدد برمیدارم. چی رو میخوام توضیح بدم؟ من میخوام یه استراتژی رو به شما توضیح بدم که بهش میگن سیژن. ما همونطور که عرض کردیم اینجا تو قسمت سیژن هامون یه آسیا داریم، یه اروپا داریم و یه آمریکا. خب خیلی خوبه که اگر شما بتونید توی این تقسیم بندی که الان دیدید روی متا تریدر که اینجا خطای عمودی اومدن، این داشت کل مارکت روز رو به شما نشون میداد. خیلی بهتره که شما بتونید به تفکیک هر مارکت ببینید، یعنی آسیا رو جدا ببینید، اروپا رو جدا ببینید، آمریکا رو جدا ببینید. خیلی بهتره. یه ایندیکیتور هست که من اون ایندیکیتور رو حتما توی گروه تلگرام برای دوستان میفرستم که اگه میخواید استفاده بکنید بتونید از اینجا بردارید. یه مقدار این ایندیکیتور تو وب هست، سرچ بکنید هم هست، اما خب این یه مقدار ادیت شده و یه سری تغییراتی توش اعمال شده. این ورژن بهتره، شما میتونید، ولی خب ورژن های مشابهش هم تو اینترنت هست و رایگان هم هست، اصلا چیز عجیبی نیست، میتونید تهیه بکنید. ایندیکیتور سیژن میاد برای ما تایم آسیا، اروپا و آمریکا رو به تفکیک مشخص میکنه. یعنی شما دیگه با یه نگاه میتونی ببینید این آسیاست، این اروپاست، این آمریکا. خب اجازه بدید من الان روی همین پوند اون ایندیکیتور رو بندازم. خب قبلا هم عرض کردم شما اگه میخواید ایندیکیتور رو استفاده بکنید، اون ایندیکیتور رو باید بیاین توی دیتای متاتریدر کپی کنید، یا تو فولدر اکسپرت یا تو فولدر ایندیکیتورش. وقتی کپی میکنید شما نویگیتور رو وقتی بزنید اینجا ملاحظه میکنید هر آن چیزی که کپی کردید. یعنی چی؟ الان مثلا عنایت بفرمایید من ایندیکیتور دارم اینجا، ببینید ایندیکیتور دارم، اکسپرت دارم. وقتی شما نویگیتور رو میزنید یا کلیدهای کنترل ان، قبلا نصب کردم تو ویدیوها، شما ایندیکیتور رو وقتی باز میکنید، من یه ایندیکیتور دارم سیژن، اینو قبلا کپی کردم تو فولدر ایندیکیتور توی دیتای متاتریدر، این میشه سیژن. اگه دوستانی که اون ویدیو رو ندیدند که کجا کپی کنند، ببینید شما اون فایل ایندیکیتور رو وقتی کپی میکنید رو فلشتون، روی دسکتاپتون، رو هر مسیری که هست، بعد باید بیاید اینجا، بیاید تو فایل
بیاین تو اوپن دیتا فولدر، اینجا باید بیاین تو فولدر MQL4، بعد اینجا بیاین تو فولدر ایندیکیتور، اون فایلی که کپی کردید رو اینجا پیست کنید. حالا میتونید یه فولدر بسازید، نیو فولدر، یه فولدر بسازید اون تو پیست. مثلا من یه افیکس ساختم، اونو تو افیکس کپی کردم برای اینکه با بقیه اشتباه نشه. و بعد که این کارو کردید میایید اینجا کنترل N رو میزنید، چون روی ایندیکیتور من کپی کردم یه ریفرش میکنم، قبلش یه کلیک راست میکنید روش میگید ریفرش که اعمال بشه تغییرات، و بعد افیکس اینجا میاد. ملاحظه میفهمید که افیکس اومد به سیژن. ببینید من سیژن اینجا با 2 تا کلیک اگه شما بکنید روی اون ایندیکیتور اعمال میشه روی چارتتون. من اینو دیگه میبندم. ملاحظه میکنید چه شکلی شد؟ ببینید 3 رنگ برای شما اومد. دوستان من، رنگ سبز بازار آسیاست، این رنگ قرمز رنگ اروپا، بازار اروپا، و سفید نیویورک و آمریکاست. یعنی شما همپوشانیشون رو میتونید ببینید. اگه ملاحظه بکنید ببینید بازار اروپا از اینجا شروع شده، یعنی آسیا و اروپا یه همپوشانی دارن. اگه ملاحظه بکنید بازار اروپا و آمریکا با هم همپوشانی دارن. ملاحظه میکنید؟ شما میتونید تایم فریم رو عوض کنید و ببینید. خب این تو تمام کارنسی ها و فلزات قابل استفاده است این ایندیکیتور رو. حالا حرف حسابش چیه؟ اون چیزی که من خدمتتون میگم و مد نظر قرار بدید. ببینید استراتژی های سنتی این ابزار این بود که یه بار حتی FX استریت $799 این استراتژی رو میفروخت سالها پیش. چی میگفت اون موقع؟ میگفت که اگر بازار آسیا و اروپای امروز، ببین این سفید نیویورک دیروز دیگه، شما فکر کن از اینجا امروز شروع شده، درسته؟ میگفت اگر بازار آسیا و اروپای امروز اومد لوی دیروز نیویورک رو رد کنه، چون توانشو نداره، شما بایشو بگیر. اینجا رو نگاه کن. و اگر آسیا و اروپا مثلا این روزو فکر کنیم ما امروز اینجاییم، الان این مال دیروزه، و اگر آسیا و اروپا اومد های دیروز نیویورک رو رد کنه، چون توانشو نداره، سلشو بگیر. همین استراتژی بسیار خنده‌دار و ساده رو داشت، $800 میفروخت و واقعا هم جواب میداد. اما اون سالی که این استراتژی رو گذاشتن قدرت آسیا و اروپا کم بود، فقط قدرت آمریکا بود. اما الان مصداق پیدا نمیکنه. الان قوی ترین مارکت آمریکاست، بعد اروپاست، بعد آسیا. مارکت اروپا هم دست کمی از آمریکا نداره. الان 3-4 ساله که مارکت اروپا بسیار قدرتمند شده و میتونم بهتون بگم این استراتژی عملا دیگه معنایی نداره. اینی که الان خدمتتون عرض کردم. چی گفتم؟ گفتم این استراتژی میگفت اگر بازار آسیا و اروپای امروز اومد های دیروز نیویورک رو رد کنه، این های دیگه ببینید انتهای این سفیده های دیروز نیویورک، سلشو بگیر. و اگر بازار آسیا و اروپای امروز اومد لو دیروز نیویورک را رد کند، بایش رو بگیر. ببین لو دیگه، این لو دیروز نیویورک، این های مثلا نیویورک. اوکی؟ اما خب این استراتژی رو من دیگه قبول ندارم، به دلیل اینکه اروپا قدرت بسیار زیادی داره. و اصلا همینجا رو نگاه کنید. الان مگه اینجا رو نگاه کنید، اینجا مگه الان لو نیست؟ این لو دیروز نیویورک. نگاه کنید آسیا لو رو زده، پس نقضشون اینجا رو نگاه کنید به همین شکل. اینجا رو ملاحظه بکنید، اینجا رو ملاحظه بکنید. اینجا های دیروز نیویورک رو رد کرده، اما تو اروپا رد شده. اینجا به همین شکل. پس نمیتونید دیگه. اینجا رو نگاه کنید، این های دیروز نیویورک، امروز آسیا شروع شده، تو اروپا اومده های رد کرده رفته. پس نمیتونید بگید اروپا دیگه ضعیفه و توانایی رد کردن رو نداره. اینو حواستون باش. اینجا رو ملاحظه بکنید به همین شکل. این لو دیروز نیویورک، ببینید چجوری اومده رد کرده تو مارکت اروپا، لو دیروز نیویورک رد کرده. اون چیزی که بنده میخوام خدمتتون عرض کنم چیه؟ ببینید من میخوام اینو به یه تعبیر دیگه بگم آسیا رو ول کنید. واقعا آسیا ارزش نداره وقت بذارید.
اروپا و آمریکا رو با هم در نظر بگیرید. یعنی شما سیژن اروپا و آمریکا رو یک تیکه در نظر بگیرید. خب من جلوتر یکی از دوستان ایندیکیتور این دوتا رو با هم ترکیب کرده، اکسپرتش رو نوشته. اونم بعدا اگر دوستان علاقه‌مند بودن پیام بدن، اون ایندیکیتور هم من تو گروه تلگرام، تو کانال تلگرام ارسال میکنم. ولی این ایندیکیتور سیژن رو توی کانال تلگرام ارسال میکنم، دوستان میتونن استفاده بکنن ازش. یه ایندیکیتور دیگه اکسپرت هست که این دو رنگ اروپا و آمریکا شده یک رنگ و پنلش قابل ادیته. اون یکی از دوستان برای من زحمت کشیدن و اکسپرتش رو انجام دادن که حالا خلاصه تره دیگه، اینجوری رنگ و رنگ نیست. ببینید دوستان، اما اینم کار رامون رضا، اینم جواب میده، فکر نکنید اینم کار نمیکنه. عرض من اینه اروپا و آمریکا رو شما یک تیکه در نظر بگیرید. یعنی من میگم رد کردن های یا لو دیروز نیویورک فقط از پس نیویورک امروز برمیاد. تعبیر من اینه و جمله من اینه، یعنی های دیروز نیویورک رو هیچ مارکتی نمیتونه رد کنه جز نیویورک امروز. لو دیروز نیویورک رو هیچ مارکتی نمیتونه رد بکنه جز نیویورک امروز. اروپا هم بهش اضافه میکنیم چون عرض کردم اروپا هم قوی شده، یعنی اروپا و آمریکای امروز. خب یعنی باورتون نمیشه خیلی از دوستان هستن، خیلی از دانشجویان بنده هستن فقط با این استراتژی دارن کار میکنن و برآیندشون هم مثبته. یعنی تحلیل تکنیکال بلدن ولی میشینن تا به محض اینکه اروپا یا آمریکای امروز لو دیروز نیویورک رو زد سلشون میگیرن، استاپلاسشون رو میذارن بالای سل. به محض اینکه اروپا یا آمریکای امروز های دیروز نیویورک رو زد بایش رو میگیرن، استاپلاس رو میذارن زیر های. خب یادتون میاد دیگه، ما اینا رو قبلا صحبت کردیم. مثلا شما وقتی اینجا های داری، این های مارکته. خب شما در نظر بگید پرایس هی داره به این های میخوره، هی داره میریزه، هی به های میخوره میریزه. خب این استراتژی رزिस्टنس چیز عجیب و غریبی نیستش که. شما در جریان هستی که وقتی که مارکت اینو میشکنه به سمت بالا، شما دیگه اینجا به سل فکر نمی‌کنی، شما به بای فکر می‌کنی. رزिस्टنس وقتی شکسته میشه شما به بای فکر می‌کنی. خب شما انتری پوینتت مثلا میشه اینجاها، چون گفتم باید یک یا دو کندل بسته بشه بالای رزिस्टنس تو همون تایم فریم که داری وارد میشی. مثلا داری تو 5 دقیقه وارد میشی، یک یا دو کندل بسته بشه بالای این خط، میگی این خط شکسته شده. خب حالا شما در نظر بگی وقتی اینجا انتری پوینتت بای میگیری، خب استاپ لاست میذاری این پایین دیگه. اینو قبلا شما بلد بودی. یعنی استاپ لاست میشه اینجا، انتری پوینتت میشه اینجا. خب تک پرافیتت هم میشه بالا. کجا تک پرافیتت میشه؟ مثلا شما این بالا یه رزिस्टنس دیگه داری، یه رزिस्टنس داری مثلا تو این ناحیه، شما میگی تک پرافیت من واسه اطمینان نرسیده به رزिस्टنس میشه تک پرافیت. یعنی شما پلن تو داری میچینی دیگه. حالا توی ساپورت هم به همین شکله. یعنی شما در نظر بگید مثلا میگم اینجا لو مارکته، دقت بفرمایید این لو مارکته، پرایس هی اومده خورده به لو رفته بالا، ملاحظه بکنید. خب من گفتم وقتی که ساپورت شکسته میشه مثل الان این لو شکسته شد، شما دیگه اینجا به بای فکر نمی کنی، شما اینجا باید به سل فکر بکنید چون ساپورتت شکسته شده. لو نوعی ساپورت دیگه، های همون نوعی رزिस्टنسه. الان این وقتی شکسته میشه شما سل میگیری. خب وقتی سل میگیری طبیعتا چک پرافیتت میشه کجا؟ میشه ساپورتی که پیش رو داری دیگه. مثلا یه ساپورت پایین داره، خب چک پرافیتت تو واسه اینکه مطمئنا بگیره قبل از ساپورت چک پرافیت میذاری. استاپ لاست تو کجا میذاری؟ وقتی مارکت برگرده دوباره بخواد به سمت بالا حرکت کنه، مثلا اینجا میذاری استاپ لاس. حالا من گفتم شادوها مهمه دیگه، اینا رو سر کلاس به کرات و دیتیل من تدریس میکنم که شادوها مهمه. به نظر من شادوها از بادی مهمتره. یعنی شما مثلا اینجا چند تا شادو داری، استاپ لاس رو باید بذاری بالای شادو، نه باید بذاری روی شادو. اینجا مثلا شما چند تا شادو داری، استاپ لاس رو باید بذاری زیر شادو، چون یه بار مارکت تا اینجا اومده شادو شده رفته بالا. شما اگه استاپ لاس رو اشتباه بذاری خیلی بده. اینم در جریان باشید دوستان.
شما در نظر بگیر، من اینو همیشه سر کلاسام میگم، شما مارکت به این شکل داری میبینی، الان اینجایی، خب اینجا میخوای یه پوزیشن بای بگیری، چک پرافیتتو میذاری اینجا، استاپ لاست هم مثلا میذاری اینجا، اوکی. انتری پوینت من میشه کجا؟ میشه همینجا که ضرب در زدم. ببین این استاپ لاسی که شما داری میذاری، نگاه کن، مارکت میاد اینجا رو در نظر بگیر، استاپ شما رو میبینه و بعد میره تک پرافیتت هم میبینه. یعنی شما اگه استاپ تو حتی اگر 3 پیپ پایین تر میذاشتی دیده نمیشد. دوستان از فوش ناموس بدتره برای تریدر که یه پلن بچینی بیاد استاپتو ببینه بعد بره تک پرافیتتو ببینه. واسه همین گذاشتن استاپ لاس خیلی مهمه و کار یه حرفه‌ایه. تک پرافیتی که ببخشید دیگه همه بلدن بذارن، نکته داره، نمیگم ساده است. تک پرافیت گذاشتنش به مراتب آسان‌تر از گذاشتن استاپ لاسه. اینی که شما حد ضرر تو کجا بذاری خیلی مهمه، خیلی مهمه. من سر کلاس ها همیشه توضیح میدم، میگم اگر مثلا میگم این خط ساپورت منه، شما میخوای رو این خط بای کنی، یعنی پرایس اومده از بالا خورده به اینجا، خب ما رو ساپورت بای میگیریم دیگه، مسلمه. این استاپی که زیر اینجا میخوای بذاری باید شادوهای این قبل از اینجا رو ببینی. اگه شادو وجود داره استاپ تو اینجا نذار، استاپ تو بذار زیر شادوها، چون یه بار مارکت تا اینجا اومده شادو شده رفته بالا، شما اگه استاپ تو بذاری اینجا دوباره میاد این میبینه شادو میشه میره بالا، تک پرافیت رو میبینی. عرض من اینه، خیلی مهمه، خیلی این نکته که من خدمتتون عرض کردم خیلی مهمه. برمیگردیم به متا تریدر. ببینید خب اینجا همینه دیگه. وقتی من میگم وقتی بازار اروپا و آمریکای امروز های دیروز نیویورک رو رد میکنه، شما باید به بای فکر بکنی، استاپت میشه زیر های. وقتی اروپا و آمریکای امروز لوی دیروز نیویورک رو رد میکنه، شما به سل فکر میکنی و استاپت میشه بالای لو. خیلی ساده است، این همون شکلی که الان خدمتتون توضیح دادم. ببین دوستان، این الان پونده، بذارید با هم بیایم یه چارت دیگه باز بکنیم. مثلا بیایم طلا، همتون عشق طلایید دیگه. این طلا، ببینید این چارت طلا. خب دوباره میخوام اون ایندیکیتور رو بندازم، کنترل ان، میام اینجا سیژن، ملاحظه میفرمایید و میگم اوکی. ببینید این تو طلا من انداختم، تو همین 15 دقیقه هستم، ملاحظه بفرمایید دوستان. اینو میبینید الان این نیویورک دیروز مگه نیست؟ این لو نیویورک، ملاحظه بکنید اینم های نیویورک دیگه با کادر سفید مشخصه. امروز رو نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. یعنی بازار آمریکا اومد لو دیروز نیویورک رو رد کرد، شما اینجاها باید به سل فکر کنی، استاپت میشه بالای این خط. 200 تا مثال دیگه میتونی ببینید. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کنید، این های دیروز نیویورک، شما فکر کن امروزی الان اینجا، این های دیروز نیویورک، این لوی دیروز نیویورک. اینجا رو نگاه کن، مارکت تو بازار آسیا اصلا رد کرده اما ساید شده، میبینی؟ یعنی اینجا اومده های و زده ساید شده، از اینجا کوبید دیگه رفت بالا، یعنی تو بازار اروپا و آمریکا قدرت گرفت و رفت بالا. خب شما دیگه تا این سال قبلم بری ببینی همین اتفاق افتاده و اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. همینجا رو نگاه کنید دوباره میبینید، اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید. این های دیروز نیویورکه، این لوی دیروز نیویورکه. اینجا رو ببین، آسیا اومده هایو بزنه جون نداشته، کانسلایت شده. اروپا که مارکتش اوپن شده اومده هایو زده و رفته بالا. آمریکا هم ملاحظه میکنی که توی سیژن آمریکا بالاتر هم رفته. دوباره بیایید اینجا رو نگاه کن، آسیا هایو زده، اروپا و آمریکا بیشتر ادامه داده و خود این یه فلگ بولیش هم هست. خب شما باید همه ابزار رو با هم ببینید، نه فقط سیژن. اینی که عرض کردم سیژن رو من تاکید نمی‌کنم به تنهایی، میخوام اینو بگم سیژن یک کمک دستتونه، سیژن یک ابزاریه که به شما دید میده. من توصیه نمی‌کنم فقط با سیژن کار کنید، کما اینکه خیلی از دانشجوهای بنده فقط با سیژن دارن کار میکنن، باور بفرمایید، ولی من این رو قبول ندارم. من میگم یه تکنیکال حتما باید کمکتون باشه، یه ابزار تکنیکال، ایندیکیتور، اسیلیتور، پرایس پترن، حالا هر اون چیزی که یاد گرفتید سر کلاس.
اینجا رو ملاحظه بکنید. کسی که با این استراتژی کار میکنه امروز هیچ پوزیشنی نمیگیره. این های دیروز نیویورک، این لو دیروز نیویورک، امروز نگاه کن، نه های زده نه لو، هیچ. یعنی این استراتژی اینجا جواب نمیده. مثلا اینجا رو ملاحظه بفرمایید. این لو دیروز نیویورکه، این های دیروز نیویورکه. ببین آسیا نگاه کن نتونسته لو رو رد کنه، اروپا لو رو رد کرد. میبینید اروپا لو رو رد کرد، اومد تاچ کرد، ادامه ریزش. تاچ یادتونه با هم صحبت میکردیم، همون ریتست یا تاچ که گفتم فست بریک وقتی شکل میگیره یه تاچ میشه و بعد ادامه مسیر میره. خیلی مهمه، تاچ رو اگر ملاحظه نکردید حتما ببینید. اینجا رو ملاحظه بکنید. فکر کنم ما امروز اینجاییم. این های دیروز نیویورک، این لوی دیروز نیویورک، ملاحظه بکنید اروپا اومده های رو زده و رفته بالا. خیلی ساده است. این دوستان استراتژی سیژن یا همون زمانبندی های اوپنینگ مارکت رو شما با رنگ های مختلف میبینید و عرض کردم این ایندیکیتور بنده در کانال تلگرام ارسال میکنم برای دوستانی که میخوان استفاده بکنن. تاکید من هم اینه استراتژی خودتون رو داشته باشید، ابزار تحلیل خودتون رو داشته باشید، اما این هم ابزار کمکی در نظر بگیرید و واقعا کمک میکنه. به من که خیلی کمک میکنه. من سیژن رو استفاده میکنم برای اینکه یه دیدی بگیرم نسبت به مارکت و قدرت روند رو بتونم تشخیص بدم. امیدوارم از این ویدیو استفاده حتما کرده باشید. ویدیوهای قبلی رو ببینید و باز تاکید میکنم دوستان سوالی اگر دارید کامنت بذارین، تیم آموزشی ما حتما خدمت شما پاسخ میدن. تاکید دیگه منم اینه ویدیوها رو مستمر ببینید، پراکنده نبینید، به خاطری که مطالب استراتژی ها به هم مرتبطه و خوشحال میشم اگر نظرتون رو به عنوان در قالب کامنت به بنده بفرمایید، برای اینکه خب ببینم واقعا فیدبکش مثبت بوده براتون یا خیر، استفاده کردید، برایندتون به چه شکلیه، دارید این استراتژی ها رو استفاده میکنید. به حال بدونید این رو دوستان، هر چقدر ابزار شما کاملتر، مطمئن باشین که ضررتون کمتر میشه و استراتژیتون محکمتر میشه توی ترید. این رو من ایمان دارم. من 22 ساله که دارم چارت میبینم و به جرئت بهتون بگم خیلی وقتا یک ابزاری که برای شاید خیلی از حتی سایت های ریفرنس یا خیلی کتاب ها بی استفاده بوده یا خیلی کم رنگ بوده، من تونستم از اون ابزار استفاده بکنم و دیدم چقدر تاثیر داره. میخوام بگم نمیتونید به حرف تریدرها هم حتی اینجا اطمینان کنید و اعتماد کنید. یکی به شما مثال عرض میکنم و میگه بابا سیژن چی به درد نه، خودت باید استفاده بکنید و اثرش رو روی حساب دمو آزمایشی ببینید. اگه دیدی فیدبکت مثبته تو ریل استفاده بکنید. خیلی از ابزاری که شما دوستان استفاده میکنید شاید تریدرها اصلا بلد نیستن یا بلدن اعتقادی بهشون ندارن. استراتژی من همیشه توی ویدیوهام تو پیج اینستاگرام و کانال گفتم، میگم مثل اثر انگشت میمونه خاصه. ببین RSI، استراتژی RSI، من سر کلاسام خیلی ببخشید مثالم اینه، میگم مثل این مونه یه نفر بره سوپری خرید کنه شلوار پاش نیست. اینقدر میخوام لازم بدونم RSI رو، یعنی میگم اینقدر ضروریه. اما همین RSI رو بنده چند وقت پیش یکی از تریدرها بود با هم صحبت میکردیم، مثلا RSI استفاده نمیکرد، برایندش هم مثبت بود، ولی خب اون استراتژی که داشت کار میکرد جواب میده دیگه، داره با همون میره جلو. من که نمیتونم یقهشو بگیرم بگم تو چرا RSI استفاده نمیکنی، برایند ماهیانه‌اش مثبته. همین مهمه دیگه. راههای رسیدن به خدا متفاوته، لزومی نداره شما حتما یه ابزار رو حکم بشه که بعد استفاده بکنید. پس امیدوارم که این تمارین رو انجام بدید، این ایندیکیتورها و تمام این استراتژی ها رو روی حساب آزمایشیتون تست بکنید. اگه دیدید برایند مثبته تو حساب ریال هم حتما به کار ببرید. امیدوارم که همتون سلامت و موفق باشید.